به جرأت میتوان گفت داستان سهراب یکی از غم‌انگیزترین داستان‌های شاهنامه است. ما ایرانیان همیشه حسرت خورده ایم که ای کاش این پهلوان که زور بازوی او دست کمی از پدرش رستم نداشت سمت ایران را برمی‌گزید و راه نیاکان خود همچون گرشاسب، نریمان، سام، زال و رستم را می‌پیمود. اما این چنین نشد و این حسرت ابدی است. اگر شاهنامه خوان باشید می‌دانید که فردوسی افسانه نگفته است و داستان‌های او که البته با اغراقی حماسی همراه است معمولاً با یکی از رخدادهای تاریخی ایران همخوانی دارد و داستان سهراب نیز قطعاً همین گونه است. تهمینه مادر سهراب و دختر شاه سمنگان بیم آن داشت تا مبادا هویت سهراب فاش شود و جان او از سوی تورانیان به مخاطره بیفتد. حتی خود سهراب نمیدانست که فرزند رستم جهان پهلوان است. زمانی که او به 14 سالگی رسید پهلوانی تمام عیار و سپهسالار بود. در نهایت روزی رسید که باید به ایران زمین لشکر می‌کشید. پس با سپاهی گران به سوی دژ سپید رهسپار شد. هژیر فرمانده دژ پیشنهاد نبرد تن به تن می‌دهد و سهراب می‌پذیرد. اما هژیر شکست می‌خورد. سپس شیر دختری با نام گردآفرید سوی سهراب هجوم می‌برد، اما او نیز حریف سهراب نمی‌شود و شکست می‌خورد و با ذکاوت جان به در می‌برد. گردآفرید به کیکاووس پیغام می‌فرستد که تنها کسی که توان مبارزه با این پهلوان جوان را دارد رستم جهان پهلوان است. رستم آگاه می‌شود که ایران زمین در خطر است، پس خود را به میدان کارزار می‌رساند. سرانجام دو پهلوان به هم می‌رسند. رستم از دیدن پهلوانی با هیبت نریمان نیای خود شگفت زده می‌شود. سهراب از او می‌پرسد آیا تو رستمی؟ رستم با وجود آن که مهر سهراب در دلش افتاده است انکار می‌کند. دو پهلوان با شمشیر، نیزه، گرز و تیر و کمان با هم نبرد می‌کنند، اما هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. در نتیجه توافق می‌کنند که کشتی گرفتن برنده را تعیین کنند. در کمال حیرت سهراب رستم را بر زمین می‌کوبد و می‌خواهد با خنجر گلویش را ببرد. اما رستم دست به کار نیرنگ شده و به او می‌گوید که رسم جنگ بر این است که یک بار دیگر کشتی بگیری، سپس می‌توانی مرا بکشی. سهراب می‌پذیرد و دو پهلوان ادامه پیکار را به فردای آن روز موکول می‌کنند. رستم سوی رودخانه رفته خود را شسته و از پروردگار می‌خواهد تا او را یاری دهد. فردای آن روز نبرد دوم آغاز می‌شود. سهراب بار دیگر از جهان پهلوان می‌پرسد آیا تو رستمی؟ جهان پهلوان باز هم انکار می‌کند و می‌گوید رستم کجا و من کجا. اینجا همان جایی است که ما وقتی برای نخستین بار شاهنامه می‌خواندیم آرزو می‌کردیم ای کاش رستم نامش را فاش کند و ای کاش سهراب حقیقت را بگوید. اما داغ بر دل همه ما نشست. رستم سهراب را بر زمین می‌کوبد و با خنجر پهلوی او را می‌شکافد. سهراب غرق در خون می‌گوید پدرم رستم تو را خواهد یافت و انتقام مرا خواهد ستاند. کنون گر تو در آب ماهی شوی وگر چون شب اندر سیاهی شوی وگر چون ستاره شوی بر سپهر ببری ز روی زمین پاک مهر بخواهد هم از تو پدر کین من چو بیند که خاک است بالین من. رستم نشانه ای می‌خواهد. سهراب بازوبندی که مادرش به او داده بود را نشان می‌دهد. رستم دیدگانش تیره گشته و نعره می‌زند و از کیکاووس نوشدارو می‌خواهد. اما کاووس از زنده ماندن سهراب بیم داشت و در فرستادن نوشدارو آنقدر تعلل می‌کند که سهراب می‌میرد. رستم شروع به نوحه سرایی و نفرین خود می‌کند، اما این کار هیچ سودی ندارد. همی گفت که ای کشته بر دست من
دلیر و ستوده به هر انجمن. همی ریخت خون و همی کند موی، سرش پر ز خاک و پر از آب روی. سهراب برای همیشه شاهنامه را ترک می کند و من و شما همیشه با حسرت در دل می گوییم ای کاش سهراب زودتر می گفت و ای کاش رستم زودتر می فهمید و ای کاش کاووس در فرستادن نوشدارو اینقدر درنگ نمی کرد.